این چوپان‌های دروغگو، اینایی که میان بیان که ببینید مشکل کجاست، مشکل این لیبرالیسم اصلا کجایی تو این مملکت کجاست؟ به من نشون بدن. اقتصادی که از الف تا یش دستوریه، همه بازارش دستوریه، میگم همه بازارها استثنا نداره، همه بازارش دستوریه، لیبرالیسم این تو چی کار میکنه؟ چه جوری تعریف میشه؟ آقا اقتصاد بازاری که اینا میگن اقتصاد نمیدونم کتاب‌های درسی، اقتصاد متعارفی که در همه جای دنیا هست، اونو نشون میدن، میگن این باعث بدبختی مردم میشه. این یعنی آدرس غلط دادن. این آدرس غلطی که میدن، این الان هم تو این دولت و تئوریسین هاش هم خیلی زیاد شدن، آدرس غلط دادن ها برای پوشش دادن به این مسئله اصلی هست که اون رو پوشیده نگه دارن که مردم اونو نبینن، بگن که بدبختی شما چی؟ بدبختی شما اینه که اگه FATF رو ما حالا نذاشتیم که تصویب بشه، وضع اینطوریه، اگر بشه چی میشه دیگه؟ اگر بشه دیگه همه نابود میشن.